салом бинандагони азиз, барномаи хабари ву таҳлили ахбори озодӣ аст ки дар пахши мустақим аз студияи марказӣ аз Прага тақдими шумо мешавад. имрӯз 30 май аст ва дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. дар вилояти Суғд Ашур Муқимов қудои сарвазири Тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ боздошт шудааст. ниҳодҳои қудратии Русия иддао доранд ки кормандони чандин муассисаро барои тақдими ҳуҷҷатҳои тақаллубӣ ба муҳоҷирон дастгир карданд. онҳо аз рӯи моддаи 91 кодекси мурофиавии ҷиноятии Русия боздошт шуданд. тадобири назорати риояи қонунгузории муҳоҷират идома дорад. сел ҳамаро бурд. сокинони деҳоти офатзадаи шимоли Афғонистон мунтазири кӯмак аз ҳукумати Толибон мебошанд. برای ما این خانه و جا جور کنه دیگه، این تقاضا را داریم. در این میدان هستیم فعلا. طبق خبرهای رسیده ماهی روان در شمال کشور قضای سروزیری تاجیکستان را دستگیر کردند. مقامات انتظامی بازداشت را تصدیق نمودند. پیوندان در این باره صحبت کردن نمیخواهند. این خبر در حال نشر می شود که رسانه‌های بین‌المللی تحقیقاتگر چند هفته پیش در باره ویلاهای همسری سروزیری تاجیکستان اقبال خان نظیر و در دبی اطلاع دادند. موضوع را همکارم فرزان محمدی ادامه می‌دهد. مقامات انتظامی تاجیکستان قدای سروزیر قاهی رسولزاده را بازداشت کرده است. مقیم اشوروف به قلابی گمانبر می شود. او اول همین ماه از سوی مأموران شعبه کارهای داخلی در شهر خوجند دستگیر شده و نسبتش روز 8 می پرونده باز کردند. به گفته چند منبع رادیو آزادی و در بازداشتگاه شهر خوجند نگهداری می شود. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغد این خبر را تصدیق کرد و گفت که اعمال مقیم اشوروف 65 ساله از روی ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی تاجیکستان سنجیده می شود. از روی این بند قانون گمانبر در حالت سنجیده می شود که قلابی مخصوصا خوفناک یا به تصرف مبلغ مقدار مخصوصا کلان دست زده باشد. همصحبت من از وزارت کارهای داخلی در شهر این حالت افزود که گمانبر شده چند سال پیش با راه فریب به باوری یک ساکن شهر خوجند در آمده برای فروش مغازه 4 آشانه $320,000 میگیرد، ولی بعدا آن مغازه را باز به کسی دیگر فروخته مبلغ اولی را بازپس نمیگرداند. ارزش اصلی بنا از این مبلغ زیاد بوده و بحث جانبی نیز سر آن رو زده است. درستی این حالت از زبان خودی گمانبر شده مقیم اشوروف به ما معلوم نیست. پیوندانش در این باره نخواستند با ما گپ زنند. نظری وکیل دفاعش نیز دسترس نشد، ولی یک نفر نزدیک به این خانواده در صحبت حضوری با ما گفت که مسئله در جریان حل شوی قرار دارد. یعنی منظور او این است که ضرر شخص دعواگر به زودی جبران کرده خواهد شد. در عکس حال اگر این پرونده با فکر تصدیق ایبدار کننده دولتی به دادگاه رود، دادرس احتمال نسبت او مبلغ کلان جریمه تعیین سازد و یا از 8 تا 12 سال روانه زندان کرده شود. مقیم اشوروف اینچنین در صورت صادر شدن حکم دادگاه از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به مهلت تا 5 سال یا بدون آن جزا داده می شود. معلومات درباره فعالیت و شخصیت مقیم اشوروف زیاد دسترس نیست. طبق اطلاع رسمی وی ساکن ناحیه باباجان غفوروف است و در شبکه اجتماعی فیسبوک جای زیستش را شهر خوجند نوشته است. همچنین در این پایگاه خودش را مدیر شرکت سیاحی سپوتنیک معرفی نموده است، ولی در بین مردم او را همچون قدای سروزیری تاجیکستان قاهی رسولزاده میشناسند. زیرا پسر او پرویز اشوروف با دختر بزرگ این منصبدار بلندپایه کشور مهرانگیز عائله برپا کردند. بازداشت یکی از قدای قاهی رسولزاده در حالی است که رسانه‌های تحقیقاتگر همین ماه دارایی‌های خانواده او را رسانه‌ای کردند و در شبکه‌های اجتماعی باعث بحث دامنه‌دار می‌گردد. روز 16 می OCCRP یا مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمانی یافته در دایره طرح دبی انکلودد خبر داد که بنا بر سندهای دریافته آن اقبال خان نظیر و اقبال خان یا اقبالای ناظر و همسر قاهی رسولزاده سروزیر تاجیکستان در دبی صاحب مالکیت است. بعد از یک روز نشر خبر در سامانه رادیو آزادی با امضای کاتبات سروزیر جمهوری تاجیکستان از ایمیلی که ظاهراً به سروزیر تعلق دارد نامه رسید که در آن گفته می شود جواباً به گزارش رادیو آزادی از 16 می سال 2024 که از جمله در شبکه‌های اجتماعی انتشار شد اطلاع می‌دهیم که معلومات این خبر درباره به همسر سروزیر تاجیکستان منسوب بودن ویلاها اساس واقعی ندارد و به حقیقت راست نمی‌آید.
در پاسخ رادیوی آزادی به همین ایمیل نامه فرستاد که دلیل‌های تصدیق کننده به دفتر سروزیر تعلق داشتن نامه پیشنهاد کرده شود. این نامه بی جواب ماند یا شاید پاسخ همانا در راه است. در این بین 27 می OCCRP در سامانه خود متن پوره مربوط به موضوع را منتشر نمود. وابسته به این خبر نیز موقع رسمی آنها عین حال معلوم نیست. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند. رو می‌آوریم به روسیه. مقامات قدرتی در این کشور در برابر تفتیش خود مهاجران به سنجش مرکزهای شروع کردند که به قانونی نمودن بود و بوش شهروندان خارجی در حدود این کشور مساعدت می‌کنند. در نتیجه چندین این گونه مؤسسه‌ها بسته و کارمندان آن دستگیر گردیدند. چون این وضعیت به سپردن امتحان زباندانی مهاجران و دریافت دیگر حجت‌ها به تاثیر نمانده است. طاهری سفر گزارش می‌دهد. در ولایت پریموری روسیه پلیس ماموران یک شفاخانه خصوصی را بازداشت کرده است. طبیبان این مرکز به مهاجران درباره نداشتن بیماری‌های سرطانی خطرناک شهادتنامه قلبکی می‌دادند. در این باره رئیست وزارت کارهای داخلی ولایت مذکور خبر داده است. مفتشان معین کردند که فعالیت غیرقانونی از جانب مؤسس مدیر کل سرطبیب بیمارخانه خصوصی تشکیل کرده شده است. وزارت کارهای داخلی میگوید مهاجران از معاینه طبی نمی‌گذشتند ولی شهادتنامه می‌گرفتند. شهروندان خارجی با استفاده از سندهای قلبکی، پتنت، اجازه اقامت موقت گرفته برای مهاجرت ثبت نام شدند. نیروهای امنیتی معین کردند که شفاخانه خصوصی اجازه‌نامه فعالیت را غیر قانونی به دست آورده است. پلیس در اتاق کاری و منزل‌های گمانبار شدگان کوفت و کو انجام داده برای تشکیل مهاجرت غیر قانونی پرونده جنایی باز کرده است. گمانباران به عملهای جنایی ایبدار کرده شدند. آنها از روی ماده 91 کودکس مرافعاوی جنایتی روسیه بازداشت شدند. تدابیر نظارت رعایت قانونگذاری مهاجرت ادامه دارد. همین گونه در ولایت ولگاگراد مفتشان کارمند مرکز تعلیمی را همراه یک ساکن محلی برای به امتحان دادن شهادتنامه دانستن زبان روسی به مهاجران غیر قانونی بازداشت کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید دو گمانبر از هر یک مهاجر برای خدمتشان 3,500 روبل روسی طلب میکردند. طبق حساب نیروهای امنیتی بازداشت شدگان در مدت 2 سال از مهاجران تقریبا 600,000 روبل گرفتند. حالت همسان در ولایت کیمیرو به قید گرفته شده است. مقامات انتظامی میگویند 2 زن روس که به حیث صاحبکار انفرادی کار میکردند از مهاجرانی که عموما زبان روسی را نمیدانند به طور ساخته امتحان قبول می‌کردند. برای بازداشت این 2 زن نیروهای وزارت کارهای داخلی، خدمات فدرالی امنیت، کمیته تفتیشات و گواردی روسیه سفربر شدند. اتاق‌ها و خانه‌های آنها را کوفت و کو کردند. کمیته تفتیشات نسبت به 2 نفر پرونده جنایی باز کرده است. در همین حال کاربران رادیو آزادی روز 29 می از نزد خدمات مهاجرتی شهر سنت پتربورگ نوار فرستادند که در آنجا تجمع زیادی مهاجران به نظر می رسد. با گفته مؤلفان نوار همه آنها برای سپردن امتحان از زبان روسی نوبت ایستادند. خدمات در یک روز تا 220 نفر را از امتحان می گذرانده است ولی شماره داوطلبان به مراتب بیشتر بوده است. هم صحبت ما میگوید در پی تفتیشات چند مرکز تعلیمی دیگر که از مهاجران امتحان می گرفتند بسته شدند. بنابراین در نزد خدمات نوبت طولانی به عمل آمده است. 2 هفته قبل ولادیمیر کالاکولتسف وزیر کارهای داخلی روسیه در جلسه معرفی رهبران نوی ریاست‌های نهاد در شهر و منطقه طلب کرد که مبارزه با دادن شهادتنامه‌های قلبکی به مهاجران سخت‌تر کرده شود. بینندگان عزیز، روزهای نزدیک یک فیلم مستند رادیو آزادی درباره حیات و ایجادات کارگردان شناخته توجیک شد روان بختیار خدای نظرف پیشنهاد شما می شود. حالا چند لحظه آن را همراه می بینیم. همین انسانی کامل زمانی ما رو بختیار خدا نظرف کشف کردن. Ну вот он просто меня взял вот как будто за шиворот, да, и вывел туда. Он создал некий мир, киномир Бахтиера Ходоназарова. У него свой мир. Художник создает свой мир. Вот Бахтияр сумел создать свой мир в кино.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. حکومت طالبان در افغانستان گفته است که تنها در ماه می سیل و آبخیزی در این کشور بیشتر از 400 نفر را به هلاکت رسانده است. تنها در ولایت بدخشان 10 عضو یک عائله جان دادند و هیچ کسی از خانواده زنده نمانده است. در این میان بیشتر از همه ولایت بغلان آسیب دیده است. گزارشی را در این باره همکارم کیومرثی عطام تقدیم می‌کند. اینجا چند هفته پیش گندمزار محمد اسماعیل بود. امید داشت که امسال حاصلی بهتر میگیرد، اما سیل کشتزارها را که یگانه منبع درآمدش بود نابود کرد. او به مثل صدها ساکن دیگر بغلان در غم خانواده‌اش است که اکنون چگونه تامین میکند. امر همشه بود. باجم چه رقم گرفت 4 دستیم همین سنگا را کشیده بونیم که چه رقم میشه. عاقبت سیل در این روستا خانه های ویرانه مردم فقیر، بسیاری ها در خیمه ها در شرایط سخت شبشان را سپری می کنند. مردم محتاج کمک حکومت است که طالبان آن را در دست دارند. ما از حکومت میخوایم که برای ما این خانه و جور کنه دیگه. این تقاضا را داریم. در این میدان هستیم فعلا میبینین که در این ایش زندگی هم کردن نمیشه. یونیسف یا بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که در سیلاب‌های بغلان زیاده از 300 کس جان باخته و 12,000 خانه ویران شده است. برنامه آذوقواری سازمان ملل میگوید که از سیلاب‌ها در افغانستان 10,000 نفر زیان دیدند. سیلاب‌های ویرانگر که در هفته‌های گذشته رخ داد بیش از 80,000 تن را متاثر ساخته است. این افراد در ولسوالی‌های زندگی می‌کنند که سطح بالای ناامنی غذایی دارند. دفتر برنامه آذوقواری سازمان ملل در افغانستان گفته است که برای یاری به مردم محتاج و آسیب دیده از سیلاب‌ها به بیشتر از 14 میلیون دلار نیاز دارد. این در حالی است که مؤسسه مذکور در سال گذشته به دلیل کمبود بودجه تقسیم یاری‌های غذایی را به 10 میلیون نفر بس کرده است. در مطلب بعدی ما سخن درباره برنامه آموزشی خواهد رفت که دختران را در تاجیکستان با فناوری‌های معاصر آشنا می‌کند. خدمت‌کنندگان این برنامه الکی توانستند زندگیشان را به سمت بهتر تغییر بدهند. شعلای عبدالله در این باره معلومات بیشتر دارد. نیلوفر دوامی 7 سال اخیر طرح و برنامه‌هایی را مدیریت می‌کند که اساساً به فناوری‌های نو وابسته‌اند. حالا او به دخترانی مشورت می‌دهد که می‌خواهند در ساحه تکنولوژیا و فناوری‌های نو کار کنند و موفق شوند. وقتی در اینجا به فعالیت پرداختم، وظیفه من این بود که کار را در بخش معارف و فناوری‌های اطلاعاتی در میان جوانان رشد دهم. ما با برگزار کردن یک چند دوره‌های آموزشی آغاز نمودیم که دختران و پسران یک جایه جلب شده بودند. در پایان دوره‌های آموزشی مشاهده می‌شد که کامیابی دختران نسبت به پسران کمتر بود. ما با آنها گفتگو نموده پرسشنامه‌های مخصوص گذراندیم. معلوم شد با آنها محیطی نمی‌رسد که در برابر جنس مقابل به خود باور داشته باشند و خود را جنسی ضعیف احساس نکنند. عقیده‌های شخص شده هنوز هم وجود دارد که دختران نمی‌توانند در ساحه فناوری‌های اطلاعاتی موفق باشند. از این لحاظ بعد از چند کوشش‌ها به خلاصه آمدیم که باید گروه دختران را تشکیل دهیم. برنامه آموزشی تک وومن از سال 2015 در تاجیکستان فعال بوده. حالا بیشتر از 46 نفر بانوان ختم کرده این برنامه هستند. این بانوان اساساً در ساحه علم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات کار و فعالیت دارند. هدف این برنامه افزایش شماره دختران و زنان در ساحه تکنولوژی‌های نوی اطلاعاتی، مساعدت بر رشد صاحبکاری زنان و تشکل طبقه نوی زنان پیشرفته در آسیای مرکزی گفته می شود. و یک خبر عملی رحمان که 32 سال بود جلوه قدرت را در تاجیکستان به دست دارد و پیوسته برای طولانی ماندنش در صدر حکومت تنقید می شود، در اظهاراتی گفت که هیچ کس در زندگی و منصب ابدی نیست. و این حرفا را روز 30 می در صحبت با اهل علم و معارف در دوشنبه به زبان آورد. در ملاقات زیرین عملی رحمان با اصلاحات در اکادمی ملی علم دعوت کرد و گفت کار اینها جوابگوی خرجی نیست که بان کرده می شود. برای بازنگری کار اکادمی و اصلاحات در آن 3 ماه فرصت داشته است. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوی بیشتر چون همیشه میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ادنا کلاسنیکی وارد شوید. شما را فردا در برنامه ها منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.